الله تعالی در این آیت سوره بقره یه ضرب المثل زده است. ضرب المثل صدقه که برای رازگی الله تعالی خالصا لله صدقه داده شده است و مثال صدقه که به غیر الله تعالی داده شده است. وقتی که صدقه میبرارد مقصدش رازگی الله تعالی نیست. همین دو نوع صدقه را الله تعالی در همین دو آیت ضرب المثل زده است. گوش اندازید. الله تعالی میفرماید که و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصیر. مثال آنهایی که مالهای خود را برای دریافت رازگی الله تعالی صدقه میکنند و برای استوار بودن در این دین، یعنی با نیتی نیک، با نیتی رازگی الله تعالی مال خود را سخاوت میکنند و صدقه میکنند، مثال آنها مانند یک باغی هست در بلندی. باغ یعنی بوستان در یک بلندی جایگیر شده است، یعنی از زمین خیلی بلند، در بالای مثلا کوه یا بلندی به نهایت بلند، اونجا باغ هست. اصابها وابلون، به همون باغی که در بالای بلندی هست بارانی تند، یعنی بارانی فراوان میرسد. از همین خاطر هم فآتت اکلها ضعفین، دوچند حاصل میتید. از سبب آنکه بارانی فراوان برای آن باغ میبارد حاصلی دوچند میدهد. و این لم یصیبها وابل فطل، اگر رفت و بارانی فراوان نباردم، از سبب آنکه در بلندی قرار گرفته است این باغ، بارانهای میده و نرم هم برای وی کفایتی میکند. در دو حالت اون باغ سیر حاصل میشد، هم در بلندی هست، از باران نصیبه فراوان میگیرد. بعد گفت که والله بما تعملون بصیر، الله به هر کاری که میکنید بینا هست. بعد گفت که ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل و اعناب، یکی شما دوست میدارد که صاحب باغی باشد، بوستانی باشد که در وی درختهای خرما هست و درختهای انگور هست. و ببینید الله تعالی درخت خرما و درخت انگور رو در قرآن نامبر کرد. و وقتی که به خرما که بسیار میوه سرغذا و سر ویتامین حتی جای اول را میگیرد، درخت انگور را وقتی که همسایه درخت خرما ذکر کرد و در این گونه مثال ها آورد، این دلالت به فایده زیادی انگور میکند. بعد گفت که ان تکون له جنة من نخیل و اعنب تجری من تحتها الانهار، یعنی باغ دارد، در آن باغ درختان خرما دارد، درختان انگور دارد و از زیر درختانش دریاها جاری میشد که در اون دریاها آب شیرین هست. بعد گفت که فیها من کل الثمرات، غیر از درختهای انگور و خرما از همه نوع میوه ها در اون باغ هست. یعنی یه آدم یه باغی دارد که تمام نوعی میوه ها در اون باغ هست. و اصابه الکبر، آن آدم پیرانسال شدگی هست. و له ذریة ضعفاء، او فرزندان کوچکی ضعیف دارد. خودش پیرانسال شده است و دارای فرزندهای نارسیده ضعیف دارد. باغش بهترین باغ است، یعنی به این باغ خیلی مهنت کردگی هست، حاصل ها دارد، درختاش به نشأ و نما یافته است. خب فاصابه اعصار فیه نار فاحترقت، یه شمال تندباد آمد و همراهی آتش همین باغش را درد گرفت.
باغش در زیر کامی آتش فرو رفت. الله تعالی در ابتداش که ایود احدکم، یکی شما همین دوست می‌دارد، یعنی وضعیتش همین خیل باشد، خودش پیران سال شدگی، از خودش فرزندان ضعیف و کودک بسیار دارد، باغش لیکن بسیار باغ خوب است، لیکن عینی در ایام پیران سالش که دیگه قوتی کار کردن ندارد، قوتی دیگر باقی نو از نو ساختن ندارد و کودکاش به آیه رسیدگی نیکی گوید که خیر خداشون حسابشون میآورند، کودکاشون هم ضعیف. در همین حالت کدام شما دوست می‌دارد که یک شمال تندباد بیاید و همراهی آتش باغش به کام آتش برد؟ کدامتون همین دوست می‌دارد در همین ایام؟ هیچ کس دوست نمی‌دارد. خب مادام که دوست نمی‌دارید، صدقه های خود را خالصا لله برارید. وقتی که مال خود را صدقه میکنید، مثالش این است که مانند یک باغ، یعنی جنت است. بعد همون از سبب اینکه خالصا لله زکات را نبرآوردید یا صدقه را نبرآوردید، گویا که اینقدر مهنت خود را به کام آتش سپاریدید.